بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم شاگردان نهایت عزیز. خدا کنه همتون خوب صحتمند باشید و شاگردانی که در صنفم با ما حضور دارن خوب صحتمند باشن. خوب هستین شاگردا؟ بسیار خوب. و امروز یک درس جدید و موضوع جدید رو میخوانیم. خدا کنه دقت کامل داشته باشین تا اینکه موضوع رو مکمل یاد بگیرین و مشکل باقی نمانه. تعلیم و تربیت اسلامی صنف نهم درس 11 صفحات 28 تا 30 کتابتون و بخش اول هست. خوب است که قبل از یک مرور به درس گذشته ما هم داشته باشیم و ببینیم که در درس گذشته کدام موارد را ما خواندیم و یاد گرفتیم. درس گذشته ما حواله بود و ای که حواله را هم در لغت و هم در اصطلاح فهمیدیم و یاد گرفتیم. ای که حواله به معنی انتقال هست و در اصطلاح هم گفتیم که انتقال یک ذمه بر ذمه دیگر ای هست حواله. و حتی مثال هایی را هم در این مورد براتون مثال دادم که حواله چی هست. این حواله نظر به ضرورت که انسان ها در بین خود دارن حواله مشروع شده و حواله وجود داره. زمانی که یک شخص گفتیم در خارج از کشور وجود داره و یا ای که در داخل هم هست اما نمیتونه که پول از شخص دیگه بگیره یا به شخص دیگه تسلیم بکنه، همین مسئولیت خود را به شخص دیگه میسپاره تا ای که حواله را از اون شخص به شخص حواله را تسلیم بکنه و همون پول را که میخواه هم تسلیم بکنه. برای حمایت از ما چینل بیگم اکادمی را سابسکرایب کنید و سپس زنگوله را فشار دهید تا به تمام ویدیوهای درسی ما دسترسی داشته باشید و از آنها مستفید شوید. و مواردی بود که ما حتی در مورد مشروعیتش هم خواندیم که مشروعیت حواله چی هست. گفتیم که جایز است نظر به سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم و اجماع امت به خاطر از اینکه ضرورت های مردم رفع شود این حواله جایز شده. و در مورد حواله اصطلاحات را هم خواندیم که اصطلاحاتش روز قبل هر کدام را تشریح کردم و نیاز نیست که رو دوباره براتون تکرار بکنم. و موارد دیگه که بود که شروط حواله چی هست و کدام موارد را در بر میگیره را هم درس گذشته خواندیم و تمام کردیم. و در این که انسان زمانی که با مو شخصی که با حواله قرار میگیره و حواله را به یک شخص مسپاره، حتی موارد را هم خواندیم که باید شخصی که حواله گیرنده و حواله کننده کدام خصوصیت ها را داشته باشه. اینا همش موارد بودن که ما در درس گذشته خود خواندیم و امروز هم درس گذشته مرورش همین قدر بود. خدا کنه هم فهمیده باشین از موضوعات قبلی. تعلیم و تربیت اسلامی صنف نهم درس 11 صفحات 28 الی 29 کتابتان هست. امروز نکات مهم را هم یادداشت بکنین، کتابچه و کتابتان پیشتان باشه و نکات را که نمیفهمین هم در لابلای درس پرسان بکنین تا اینکه مورد بر شما گنگ باقی نمانه. و میپردازیم به درس جدید و موضوع درس جدید ما هم هست ختم حواله و رجوع حواله شده به حواله کننده. اینجا ببینیم که کسی که حواله کرده و کسی که حواله میگیره چه موارد را باید اینها طی بکنن تا اینکه همون حواله بر شخص برسه و یک حواله خوب و درست باشه. و مواردی که در این درس شامل میشه هم ختم حواله هست، رجوع محال علیه بر محیل هست و شرایط رجوع هم در این درس میخوانیم و برخی از مسائل دیگه هم هست که ما در درس یادآوری میکنیم. پس دقت داشته باشین که شروع بکنیم. ما گفتیم که حواله چی هست و چی رکن را داره. هم امروز ما باید کم معلومات هم در مورد حواله داشته باشیم. رکن حواله را گفتیم که عبارت از ایجاب و قبول هست که ایجاب از طرف حواله کننده و قبول از طرف حواله گیرنده هست و شخصی که به او حواله شده او هم باید به الفاظ بسیار مخصوص همو حواله صورت بگیره. شروط حواله را هم مرور بکنیم که شروط حواله چی هست و چی شرط های داره. زمانی که شروط صیغه حواله همون گفتیم که در الفاظ قدیم ایجاب و قبول هست. در درس‌های قبل ما خواندیم که ایجاب و قبول هست که ایجاب و قبول باید در یک مجلس صورت بگیره و عقد باید کامل نهایی باشه. گفتیم که حتی مواردی که نگویه که برو هر وقت ما پول به دست آوردم یا پول پیدا کردم برات میتم، در این صورت حوالش درست نیست، بلکه با الفاظ بسیار مخصوص در همون مجلس باشه، شرط و قید در وجود نداشته باشه و بگویه مطلق که من حوالیت را پرداخت میکنم، یعنی به لفظ الفاظ قطعی باشه.
و ای که این شروطی هست که در بخش ایجاب و قبول بود که باید کدام موارد ما هم در نظر داشته باشیم. و بخش دوم ما، بخش درس ما این هست که مهیل یا حواله کننده هم کی بود و کدام موارد را ما خوانده بودیم. حال هم حواله کننده باید گفتیم که کسی که حواله را میگیره. مثلا من بر یک شخص میگم که من همین پول تو را بر جایی که تو میخوایی من انتقال میتم و حواله میکنم و من باید اینمی توانایی را خودم داشته باشم. امی عاقل بالغ ما باید باشم. در صورتی که من عاقل نباشم، بالغ نباشم، طفل خرد باشم و من نتونم از عهده یک کار بیرون شوم، پس من چطور میتونم حواله یک شخص را بر عهده بگیرم؟ ما گفتیم که از جمله شرط هایشی هست که حواله کننده باید عاقل و بالغ باشه. هر کسی که حواله میکنه عاقل و بالغ باشه تا اینکه ما حوالهش به شکل درستش و پیش بره. شروط و ای که حواله کننده باید راضی باشه، یعنی باید بگویه که من همین حواله را بر پرداخت میکنم، شخصا بگویه که درست است، قبول داشته باشه و به جبر و اکراه نباشه. بگویه که مثلا تو همین حتما باید این حواله را بپردازی و بینشون اختلافات به وجود بیایه و این موارد باید وجود نداشته باشه. و حتی در بعض از این مورد ما این را هم میخوانیم که شروط حواله کننده را هم خواندیم و این که شروط محال یا حواله گیرنده هم باید بفهمیم که این هم شروط شرط های هم از خود داره که این را هم باید بفهمیم. شروط ایش چی هست؟ یعنی کسی که حواله را میگیره باید چی شرط های را هم این انجام بده. گفتیم این هم باید اهلیت عقد را داشته باشه، یعنی این صلاحیت را داشته باشه که امو عقد را انجام بده. اگر صلاحیت از این نداشته باشه، عاقل بالغ نباشه، پس میگیم که این عقد درست نیست و عقد انجام نشده. باید به حواله راضی باشه. قسمت که بیشتر هم گفتم به جبر و اکراه باید صورت نگرفته باشه، بلکه برش بگوین که حواله را بر شخص تسلیم بکو و او هم قبول بکنه و در اون مجلس عقد او را قبول بکنه. این هم موارد بود که در مورد رکن حواله، شروط حواله و ای که مهیل یا حواله کننده باید چی شرط هایی را باید داشته باشه. و مورد بعدی ما این هست که ختم حواله چی هست؟ حواله در موارد ذیل ختم میشه، یعنی زمانی که ما بر یک شخص گفتم تو حواله را تسلیم بکو، او قبول کرد، حواله را انجام داد. و در مواردی که حواله ختم میشه و از گردن شخص خلاص میشه هم کدام موارد از خوب است که هم بفهمیم. حواله در مورد ذیل ختم میشه. یکی مورد اولشی هست که فسخ حواله از جانب مهیل، یعنی امو حواله دهنده، یعنی کسی که حواله را به شخص داده امو فسخ بکنه. و یا حواله گیرنده که یا محال علیه هست، یعنی محال علیه هم کسی هست که امو پرداخت قرض را بر عهده خود میگیره. در این صورت حقی که بر او سپرده شده اگر از او را فسخ بکنه، در این صورت حواله وجود نداره، چون اینجا شخص خود صاحب مال حواله را فسخ کرده و حواله هم در بین نیست. مورد بعدیش است که اتلاف حق محال علیه در اثر فوت و یا افلاس. گفتیم محال علیه کسی هست که قرض شخص دیگر را به عهده میگیره. این شخص یا وفات میکنه یا ای که فقیر میشه، مفلس میشه. زمانی که شخص یا نفس انسان وجود نداشته باشه، پس حواله هم در کار نیست، چون شخص خودش تعهدی که کرده حواله را پرداخت میکنه و حواله را میگیره، او وجود نداره، فوت کرده. و یا ای که هم قسم مفلس شده. ما مفلس گفتیم مفلس کسی هست که پول حتی اگر بخواه که تمام عمرم پول جمع بکنه، یعنی نتونه که اون پول را جمع آوری بکنه، یعنی به این اندازه او مفلس باشه و نتونه حتی اون پول آماده بکنه. ما مفلس به این شخص میگیم. در صورتی که مفلس هم شده باشه، پس دیگه حواله فسخ هست. مورد بعدیشی است که اتلاف حق محال علیه در اثر وفات و افلاس به هم براتون گفتم. مورد بعدیشی است که ادا نمودن شخص حواله داده شده این مال را به شخص حواله شده. زمانی که اون شخصی که بر تعیین شده که تو حواله را باید بپردازی، وقتی که پرداخت دیگه حواله وجود نداره، حواله تمام هست. اینا موارد هم هستن که اینا را ما بفهمیم و بدانیم. و مورد بعدیش این است که هرگاه محال بمیره و محال علیه وارث مال حواله شده گردد. یعنی چی؟ زمانی که اون شخصی که برش حواله صورت گرفته این فوت بکنه، بمیره و این وارث خدای پسر خود را بگویه که مثلا تو حواله این شخص را بر عهدهش بانه و بگویه که باید این شخص انجام بده. زمانی که پسرش حواله را انجام داد، حواله وجود نداره، حواله هم دیگه تمام هست. و هرگاه محال حق خود را به محال علیه
ببخشد و او هم بخشش را قبول بکنه. یعنی امو حق را که یک شخص اول و شخص دوم داشت او را بخشش بکنه. بگویم من میگم امی مال را امی پول را به تو بخشیدم و او شخص هم قبول بکنه، در این صورت حواله فسخ است. و دو مورد دیگه هم باقی مانده که اینا را هم میخوانیم و ببینیم که چی نکات دیگه هست. مورد بعدیش این هست که هرگاه محال حق خود را بر محال علیه صدقه بده. یعنی بگو اینمی پول ما از توست، اینمی ما به تو بخشش دادیم و هیچ پول هم تو بر من نداری و من بر تو ندارم. در این صورت هم و او شخص دوم هم قبول بکنه، در این صورت بازم فسخ حواله صورت گرفته، یعنی حواله در بین وجود نداره. و مورد آخر که فسخ حواله صورت میگیره است که هرگاه محال حق خود را بر محال علیه صدقه داد گفته میره و او هم قبول بکنه و حواله هم دیگه فسخ است. مورد دیگه باقی نمانده، چون امو مال را که برش حواله صورت گرفته بود او را بخشید. یعنی شخص گفت ما همین پول را که تو بر ما داشتی یا ما بالای تو داشتم همین را بر تو صدقه دادم و این فسخ حواله است. حواله هم دیگر تمام میشه و مورد حواله هم باقی نمیمانه. شاگردای عزیز، خدا کنه این همه موارد را هم فهمیده باشین و خوب است که رجوع محال علیه را بر محیل هم بفهمیم که کدام موارد هست. این هم یک یادآوری بکنیم. گفتیم محال علیه کسی است که پرداخت قرض شخص دیگر را به عهده میگیره و مثل احمد. و محیل هم حواله گیرنده هست که هم حواله گیرنده هست و هم حواله دهنده. و اینجا یک موضوع هم وجود داره، ای که دو موضوع هست در مورد ای که رجوع محال علیه بر محیل در کدام حالت ها میتونه رجوع بکنه. با دو شرایط رجوع، یعنی امو مال را که داده به او رجوع میکنه و دومش آنچه که به خاطر گرفتن آن رجوع صورت گرفته. آیا او جنس بوده، مال بوده، پول بوده، یعنی چی چیز بوده که این حواله به وجود آمده و حواله کردن. و شرایط رجوع هم گفتیم که قسم هست که حواله بر امر محیل صورت بگیره و هرگاه صاحب قرض، صاحب دین یا همون مال را بگوید که ما اجازه دادم که تو را حواله کن، در صورت حواله کردن میتونه، ولی در موردی که او اجازه نده حواله هم صورت گرفتن نمیتونه. و مال حواله شده باید به محال داده شود و از جانب محال به محال علیه، یعنی اگر بخشیدن میشه و صدقه داده میشه بازم او قبول بکنه، حواله یا شرایط رجوع هم اینجا تمام میشه. و بخش آخرش همی هست و محال علیه از محیل به همون اندازه قرضدار نباشه. یعنی از شخص که بر حواله رو تعیین کرده یعنی قرضدار نباشه. اگر در صورتی که قرضدار باشه پس به معنی است که او قرض خود ادا کرده و خلاص کرده. این هم بود درس ما که امروز خواندیم شاگردای عزیز، و درس هم خلاصه بندی کردیم که ما رکن حواله را خواندیم، شروط صیغه حواله ایجاب قبول بود و مورد دیگه که ختم حواله در کدام نکات صورت میگرفته هم براتون گفتم. پس کارخانگی هایتون را نوشته بکنید. ختم حواله چی وقت صورت میگیرد؟ ختم حواله چی وقت صورت میگیرد؟ شاگردای عزیز، این بود کارخانگیتان، به دقت کامل حل بکنید و روز بعدی انشاءالله به درس جدید هم آماده باشین. این بود درس امروز. همتون به خداوند یکتا بسپارم. خداوند نگهدار. قبل از آغاز درس بعدی وقفه کوتاه میگیریم.